4 قرن پیش در سرزمینی که آشوب و هرج و مرج آن را فرا گرفته بود، مردی ظهور کرد که نامش تا همیشه در تاریخ جاودانه شد. نادر، مردی که از هیچ آغاز کرد، کودکی که در سخت‌ترین شرایط بزرگ شد، بی خانمان اما نه بی هدف. او از همان آغاز در دل آتش جنگ‌ها آب دیده شد. او همچون شیران خراسان برای آزادی ایران از چنگال دشمنان قیام کرد. صفویان سقوط کرده بودند و افغان‌ها، عثمانی‌ها و روس‌ها کشور را تکه تکه کرده بودند، اما نادر از دل همین خاک برخاست تا دوباره پرچم ایران را به اهتزاز درآورد. جنگ‌های او یکی پس از دیگری پیروزی را برای ایران به ارمغان می‌آورد. در نبرد مهم مشهد، نادر شاه با نقشه‌ای هوشمندانه افغان‌ها را شکست داد. سپس به سوی اصفهان پیش رفت، شهری که مدت‌ها در اشغال دشمن بود. با هر پیروزی نام نادر در سراسر سرزمین‌های شرقی و غربی طنین انداز شد. او نه تنها ایران را از چنگال بیگانگان آزاد کرد، بلکه دروازه‌های هند را نیز گشود. دهلی، پایتخت مغولان، در برابر او زانو زد و جواهر کوه نور، یکی از ارزشمندترین گنج‌های جهان، به غنیمت ایران درآمد. اما قدرت چهره مردان را تغییر می‌دهد. با افزایش فتوحات، بی‌اعتمادی در قلب نادر جای گرفت. او که روزی ناجی ایران بود، اکنون به مردی تبدیل شده بود که از نزدیکترین یارانش نیز بیم داشت. سالهای پایانی حکومتش با خشونت و بیرحمی همراه شد. فرمان قتل بسیاری از فرماندهان و سردارانش را صادر کرد. ایران که با دستان او یک پارچه شده بود، حالا در آستانه فروپاشی قرار داشت و سرانجام در شبی تاریک خیانت در اردوگاه او رخ داد. نادرشاه، فاتح بزرگ، در خراسان به قتل رسید. اما آیا او را باید به عنوان قهرمان شناخت یا پادشاهی که در پایان اسیر قدرت شد؟ نادرشاه افشار، مردی که ایران را نجات داد و شاید خودش را در آن گم کرد.